خب بچه اینجا یاغم داشت ماهی فایت میداد، بعد زدش. من از بالا میخواستم کاورش بدم که دیگه خودش زدش اصلا. بعد حالا ادامهش این نمیدونم، فکر کنم منو دید که این بالا فشاری شد. نگاه کنید اومد چیکار کنه. نگاه کنید اومد اینجا لند کرد، من زدمش. این بنده خدا باز فشاری شد. اینجا من میدونستم میخواد یه بار دیگه بیاد، گفتم بیا جامو عوض کنم که مثلا احتمال اومدنش کمتره دیگه. رفتم اینجا بالا پشت اینجا، بعد بازم ده سرویس نگاه بازم چه اومد که اما کشیدم میخواست فینیشرمو بگیره، زدمش.